ملیسیای شهر دوشنبه روز 26 دکامبر سال 2022 خبر داد که نفر متهم به حمله و لطوکوب ژورنالیست و فیلمساز تاجیک باباجان مهتاجیان را معاین و دستگیر کردند. طور یک روز قبل پایگاه خبری بامداد خبر داد افراد ناشناس چند روز پیش به مهتاجیان هنگام از کار به خانه برگشتنش حمله آورده یک چشم او را زده زخمی کردند. مهتاجیان در یک مطلب در فیسبوک از جریان کند تفتیش پروندهش اظهار نگرانی کرده بود، ولی در اطلاعیه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفته می شود که به اطلاع شهروندان می رسونند که مراجعت شهروند محتاج باباجان محمودویچ سال تولدش 1992 اوید به مورد لطوکوب قرار گرفتنش سنه 15 دکامبر سال جاری رسما همچون جنایت اوباشی به قید گرفته شده بود و تفتیش پرونده با عیب خود مهتاجیان طول کشیده است. جهت بررسی خالصانه و گذرانیدن حرکت‌های تفتیشاتی گرچند مراجعت کننده به مقامات تفتیشاتی حاضر نگردیده باعث کشالکاری گردیده باشد هم، ولی در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی گمان بر شونده معاین و دستگیر کرده شد. میگوید مرکز مطبوعات ملیسیای پایتخت بنا به اطلاع این نهاد همچون گمان بر شونده نابالغ وایدوف رستم اولماسوویچ سال تولدش 2005 ساکن شهر دوشنبه نوع اسماعیل سامانی کوچه انزوب دستگیر کرده است. ضمن سنجش معاین کرده شد که سنه 15 دکامبر سال جاری تخمین ساعت 19:40 گمان بر شونده در کوچه انزوب در آمدگاه باغ غلبه به یگان اساس محتاجف را مورد لطوکوب قرار داده است که در نتیجه نام برده جراحت‌های جسمانی سبک برداشته است. عین زمان حادثه مذکور با مقصد آغاز نمودن پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 237 اوباشی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. خبر میدهد میلیسیا.